لاس وگاس آمریکا با تیراندازی در کازینوی 50 نفر را کشت و بیشتر از 100 تن دیگر را زخمی کرد. خانواده یک زن تاجیک که به قول خودش در عربستان استثمار می شود میگوید مقامات وعده دادند مادر را به زودی برمیگردانند. در کولاب حمله سگ‌های بی‌صاحب به مردم زیاد شده است. سیل سگ‌های دیدو به کولاب از کجا می آیند و آنها را کی به اینجا می آورد؟ در ماشین بار کرده و در شهر تفصیل خبرها. پلیس آمریکا گفت در نتیجه تیراندازی در یک کازینو در شهر لاس وگاس دست کم 50 نفر کشته شدند. به گفته مقامات تیرانداز فرد به نام استیون پادوک با استفاده از اسلحه اتوماتی بیشتر از 100 نفر دیگر را مجروح کرده است. فرد حمله‌ور را پلیس کشته است و انگیزه های حمله او معلوم نیست. حادثه شام 1 اکتبر هنگام یک جشنواره موسیقی صورت گرفت. پلیس آمریکا مناطق نزدیک به کازینوی مندلای بی و راه به سمت مهمانخانه ها را با هدف تامین امنیت بست. و در همین روز در کانادا یک فرد به چند نفر حمله کرد و مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت. جزئیات در این باره در گزارش عبدالله شروف. روز یکشنبه در شهر غربی ادمونتون پلیس کانادا مرد را با اتهام عمل تروریستی بازداشت نمود که با حمله به افسر پلیس و مجروح نمودن 4 راهگذر متهم می شود. به قول مقامات ظاهرا فرد متهم با حمله ها در تنهایی دست به عمل زده است. در نشست مطبوعاتی نوار حمله ها نمایش داده شد. رئیس پلیس ادمونتون گفت که ابتدا راننده افسر پلیس را با ماشین زده سپس با کارد به افسر پلیس حمله کرده است. بعد از آن این مرد تخمینا 30 ساله از مکان حمله فرار کرد، ولی نیمه شب هنگام تفتیش حجت‌های رانندگان یک افسر پلیس شناخت است که در سر چنبر ماشین بارکش او هاول راننده شبیه مسئول حمله به افسر پلیس نشسته است. راننده ماشین اوهاول سوار ماشینش کوشش کرد که از مکان تفتیش فرار کند. افسران پلیس از پس او رفتند و به گفته آنها در راه این راننده در خیابان جاسپر کوشش میکرد که راهگذرها را زیر کند. فعلا کمش 4 کس با جراحت‌ها به بیمارستان انتقال یافتند. سپس ماشین چپه شد و راننده را بازداشت کردند. تخمین می شود که هر دو حمله با هم رابطه دارند. با گفته مقامات حیات افسر مجروح پلیس در خطر نیست. درباره وضع سلامتی راهگذرهای زخمی اطلاعی بیشتر دسترس نشده است. خبرگزاری CBC کانادا نوشته است که در داخل ماشین فرد متهم پرچم گروه دهشت افکن دولت اسلامی یافت شده است. در صحبت با خبرنگار ریترز منصبداران آمریکایی گفتند که نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا سعی دارند تشخیص نمایند که مسئول حمله واقعا تنها بود و یا حمله را گروه از جمله دهشت افکنان دولت اسلامی راه اندازی کردند. رو میاریم به تاجیکستان. خویشاوندان یک زن سرفرزند تاجیک که به قول خودش در عربستان سعودی استثمار می شود میگویند مقامات به آنها وعده دادند که مادر خانواده را به زودی به وطن برمیگردانند. نوربیبی منصور و ساکن ناحیه واسه میگوید حالا در خانه کارفرمایش مثل غلام کار میکند و او را بیرحمانه عذاب و آزار میدهند. همکارم سریناز روح الله گزارش میدهد. نوربیبی به مقامات تاجیک مراجعت کرده است که زیر شکنجه قرار دارد. با قبل او یکی از شرکت‌های تاجیکی با نام امکان 2015 او را به خاطر کار به عربستان سعودی آورده است و 1 سال و 2 ماه است در یکی از خانواده‌های عرب خدمتگار است. نوربیبی میگوید به سفارت تاجیکستان مراجعت کرده است، اما آنها در حل قضیه‌اش تأخیر کردند. بنابراین با مصلحت یک زن تاجیک مقیم عربستان به شبکه‌های اجتماعی رو آورده است. او را اگر تولد کنی هر یک کدام او را گفتیم گپا زمین زمان شود کم تر با خودمون محافظت میکنیم. نوربیبی منصور و ساکن 51 ساله ناحیه واسه به مردم چهره آشناست. او چون مادر سرفرزند قهرمان مطالب رسانه ها بود. نوربیبی 24 فرزند به دنیا آورده، از آنها 9 نفرش وفات کردند.
حالا شوهرش با 15 فرزند دیگر او را در ناحیه واسع منتظرند. میخوام پیشم فرزند داشت بیه بیسته و مقصد شهری بیگانه. نوربیبی در بیمارخانه کسلی‌های سیل ناحیه واسع کار میکرد و گاه در بازار مرکزی ناحیه تخم مرغ میفروخت. در همین بازار او به یکی از میانرفها که از او حاجی اسکندر نام میبرد شناس شده با وعده معاش $600 برای 6 ساعت کار، همچنین زکات $10,000 به سفر عربستان راضی می شود. تبار نوربیبی که از ظلم خواجگان سعودی میگوید از وضع او بخبر بودند، چون که او در گفتگوهای تلفنی با فرزندانش به خاطر به تشویش نانداختن آنها عرض حال نمی کرده است. مقامات انتظامی تاجیکستان هنگام تشریفشان به خانه این عائله سرفرزند به آنها وعده دادند که نوربیبی را برمیگردانند. خلور اومدن هم خیلی گفتن که امو فریب خوب لگیان هم خیلی فریبتاش لگیان هم میویم گفتن برمیگردن همی زیق نشین چی نشین گفتن میوریم شما. ضمناً دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که نسبت به اعمال مسئولین شرکت‌های امکان 2015 و باز دو شرکت دیگر جمال 2012 و عبدالکریم که شهروندان تاجیکستان را به عربستان سعودی برای کار می‌بردند پرونده جنایی باز کرده است. نوربیبی منصورова میگوید که حالا در صدیقه از سفیر قرار دارد. این زن سرفرزند تاجیک از مقامات تاجیکستان خواهش دارد که هرچی زودتر از این غلامی او را نجات دهند. پلیس ازبکستان نورالله تخانوف یک ادیب دیگراندیش را از بازداشت رها کرد. او را هفته گذشته بعد بازگشتش به شهر تاشکند در فرودگاه دستگیر کردند. بنا به گزارش ها مقامات انتظامی ازبکستان گفتند که اتهامات تروریسم به ضد نورالله تخانوف ثابت نشد و امر بازداشت او را هم به اعتبار کردند. نورالله تخانوف یکی از ادیبان شناخته در ازبکستان 2 سال پیش بعد از تنقیدهای اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان به ترکیه رفت و 2 سال در آنجا بود. کمیته زبان و اصطلاحات در تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفته است بخش تاجیکی ویکیپدیا بزرگترین دانشنامه اینترنتی طلباتی قانون کشور را رعایت نمی کند. کمیته گفته است هنگام تفتیش مقاله ها در دانشنامه خطاهای زیادی املایی پیدا کردند و به ناشران محتوای تاجیکی دانشنامه هشدار دادند که همه خطاها را اصلاح کنند. در رابطه با این موضوع صحبت داشتم با عباس جوادی مدیر منطقوی رادیو آزادی و هم محرر محتوای فارسی ویکی بوکس کتابخانه رایگان اینترنتی. نخست از او پرسیدم که آگاهی و یا هشدار به ویکیپدیا تا کجا منطقی است. اولا تعبیر هشدار خیلی غالب است، عجیب است و ثانیاً نه ویکیپدیا نه هیچ وبسایت و یا دستگاه اینترنتی دیگر دنیا مجبور نیست قانون و یا قوانین فلان زبانی و فلان دولت یا حکومت یا هر کشور رو رعایت بکند. هم چیزی نیست. سوم، ویکیپدیا یک اینترنت سایت، یک سایت تارنمای باز بین المللی هست. باز به معنای اینکه نمیدونم گفتید کی کمیته نمیدونم چیه دولتی زبان و ادبیات که من آشنا نیستم زیاد، اونا خودشون هم میتونن بیان و هرچی میخواهند به تاجیکی که فکر میکنن اون درست است، خوبم هست فکر میکنن درست است، به اون طریق میتونن خودشون بنویسن. این در مناپول یا کسی نیست. باز است به این معنا که شما هم طاهر جان میتونید این کارو بکنید، بنویسید به تاجیکی که با خط فارسی تاجیکی بنویسید، با خط لاتین تاجیکی بنویسید یا با خط سیریلیک فعلی تاجیکستان. و آقای جوادی در تاجیکستان راجع به ویکیپدیا هرچند معلومات دارند اما بخشی عمده مردم زیاد اطلاع ندارد راجع به این دانشنامه بزرگ. اون گناه ویکیپدیا نیست. آره. و لطفاً دایر به نقش همین دانشنامه میگفتید که بیده از روزنامه های بین المللی هم که گفتن جهان رو تغییر داد. من فکر کنم در ابتدای کار که ویکیپدیا شروع به کار کرد به عنوان یک انسیکلوپدیا شروع به کار کرد. حالا شاخه های مختلف دارد، مثلا فقط انسیکلوپدیا نیست، ویکی فرهنگ هست، یعنی لغت واژه‌نامه هر زبان میتونید باز کنید معناشو میگه. یک دو
بعد سوم ویکی کتاب هست که گفتم من اونجا کتاب چاپ کردم. ویکی انبار هست، عکس ها هستن، ویدیوها، عکس ها، مخصوصا عکس هایی که آزادانه در دنیا هر کس میتونه استفاده کنه. اول ها که ویکی‌پدیا یعنی اون فرهنگ انسیکلوپدیای ویکی‌پدیا چاپ شد، شروع به چاپ کرد، کمی ناقص بود. اولا انگلیسی بود فقط، بعد تدریج فرانسه‌اش، روسیش، فارسیش اینا در آمد. بعد به نظرم تاجیکی هم شاید نوست. شاید تاجیکیش که 68,000 مقاله اونجا داره. بله. و خوب است. یعنی این زبان ها بعداً آمدن همشون. من حتی جرأت میکنم بگویم که در این بین نظر به این که خیلی از فرهنگ های سابق و سنتی به روز نمیشوند، نو نمیشوند، ولی ویکی‌پدیا دائما هر روز از طرف هر کسی که بخواهد نو میشود، اگرچه ممکن است که اشتباهاتی هم داشته باشد، ولی غنیتر از در این بین که 10-15 سال گذشته است، غنیتر از اکثر فرهنگ ها و واژه‌نامه هاست. و گفتگوی مفصل در این باره را در وبسایت azadi.org و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. در منطقه کلوب حمله سگ‌ها به مردم به خصوص کودکان سال به سال زیاد می شود. سال گذشته در کلوب 309 نفر را سگ گزیده است. امسال بیشتر از 400 نفر را. همکاران ما برای تحقیق این موضوع به کوچه‌های کلوب رفتند و قبل از دیدن گزارش شما را آگاه می‌کنیم که در این ویدیو صحنه‌های مایوس کننده است. و گزارش را تا چند لحظه دیگر پخش میکنیم، اما یک خبر مهم دیگر ایرکی پران؟ برای چی سگا پران؟ این صحنه رقت‌آور را در یک محله سیرادم و در نزد ترمینال اتوبوس‌ها در کلوب ثبت کردند. در این منطقه تقریبا هر روز یک یا دو سگ را نابود میکنند، چون که به گفته مقامات خطرشان برای مردم زیاد شده است. Ayaklarında سال 2007 تا این جانب 387 عدد سگ رو بی‌ضرر گرداند، سگ‌های دایدار رو بی‌ضرر گرداند. ما تصمیم گرفتیم که در روزهای نزدیک با یک گروهی تأسیس دادن سگ‌های دایداری که پیدا شدن بی‌ضرر گردانیم. در دست حسین جان پای دندان سگی است که او را در کوچه گزیده است. در واقع ماه‌های اخیر سگ‌های بی صاحب در کلوب زیاد شدند و اگر آنجا رفتید از دیدن سیله این جانوران حیران نشوید. گوشه‌های اندک آرام را برای بچه آوردن هم انتخاب کردند. سبب زیاد شدن سگ‌های دایدار در آن است که قسمی زیادی سگ‌های دایدار را عینویه‌ها در ماشین بار کرده آورده در شهر بپرند. جانورانی بی‌زبان که با عیب انسان‌ها به کوچه افتادند، کار و زندگی در کلوب را برای مردم سخت کردند. چمنگل میرزایووا که هر روز ساعت 4 بامداد کار را سر می‌کند، ماه پیش جبری سگ‌های دایدار را کشیده است. جاغاز که مامی 3-4 زنه که می خونه اومدن گفتیم گپو که آمون شپیدن هشم رفت نمیجا فعال دیدم چیکار بدود نمیرسه. مثل چمنگل میرزایووا امسال بیشتر از 400 نفر را در منطقه کلوب سگ گزیده است. ما نسبت آدمانی که از سگ‌ها آسیب می‌بینند، یعنی که سگ‌های معلوم آسیب می‌بینند، آنها می‌توانند 3 واکسن رو گیرند و در صورتی که اگر سگ نامعلوم باشه آسیب دیده می‌تواند 6 واکسن رو گیرند. سالانه برای این دارو و دوا جبردیدگان ده‌ها هزار سامانی خرج می‌کنند. امسال حادثه مرگ انسان از زخم سگ دیوانه و یا هاری مشاهده نشده است، اما در گذشته چنین حادثه کم نبود. و بیننده ارجمند، سپاس که امروز با ما بودید. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.